نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام خدمت شما متعلمین عزیز و گرامی. امیدوارم که هر کجایی که هستید حالتان خوب باشه و لباس عافیت بر تن داشته باشید. انجینیر محمد هادی نظری هستم از مجموعه آموزشی ابزار کانکور با جلسه ششم از فصل ششم که آخرین جلسه ما است با موضوع متریکس ها در خدمت شما دوستای عزیز و نازنین هستم. اگر به خاطر داشته باشید ما در جلسه قبل ابتدا در رابطه با متریکس های منفرد و غیر منفرد صحبت کردیم. گفتیم متریکس های منفرد متریکس هایی بودن که دترمینانت ما برابر با صفر بود و اگر دترمینانت ما خلاف صفر بود به متریکس های خودمان میگفتیم متریکس های غیر منفرد. در ادامه در رابطه با معکوس ضربی در متریکس های 2x2 صحبت کردیم. گفتیم برای اینکه یک متریکس معکوس پذیر باشه باید دو شرط برقرار باشه: یک، متریکس ما مربعی باشه و دو، متریکس ما غیر منفرد باشه، یعنی دترمینانت خلاف صفر باشه. در ادامه سیستم معادلات خطی را با استفاده از روش معکوس متریکس با هم دیگه حل کردیم. اما در این جلسه یعنی جلسه ششم میخوایم دو روش دیگه برای حل سیستم معادلات خطی خدمت شما عزیزان بیان کنیم. یکی حل سیستم معادلات به طریقه کرامر هسته و یکی هم حل سیستم معادلات به روش حذفی گاوس هسته که دو روش با هم دیگه بررسی مونیم. پس با ما در این جلسه همراه باشید. اولین موضوع در رابطه با حل سیستم معادلات به طریقه کرامر هست. دوستان عزیز شما سیستم سه معادله سه مجهوله ذیل را در نظر بگیرید. شما میبینید که ضرایب ما A11 A12 و A13 در معادله اول، در معادله دوم ضرایب ما A21 A22 A23 و در معادله سوم ضرایب ما A31 A32 و A33 است. مجهولات ما چیه؟ مجهولات ما x، y و z است. خب مقادیر ثابت ما چیه؟ مقادیر ثابت ما هم d1 d2 و d3 است. خب میخوایم این سیستم به طریقه کرامر حل کنیم. خب حواستان جمع کنید که ما چی کار انجام بدیم. میگیم که در قدم اول میم یک متریکس ضرایب تشکیل میدیم، یک متریکسی که داخل از این متریکس ما آمدیم ضرایب ها رو گذاشتیم و ما حواسمان هست که در ستون اول از این متریکس ضرایب x گذاشتیم، در ستون دوم ضرایب y گذاشتیم و در ستون سوم هم ضرایب z گذاشتیم. حواستان باشه این ترتیبه. خب میگیم که برای حل از این سیستم و پیدا کردن مجهولات میگیم که x از رابطه دترمینانت متریکس ax تقسیم بر دترمینانت متریکس a دریافت کنیم. خب متریکس a را که ما داریم دوستان عزیز، متریکس A متریکس ضرایب ما بود دیگه. خب از یک دترمینانت اگه بگیریم دترمینانت A حاصل میشه. اما AX چه متریکسیه که ما باید دترمینانت چی رو دریافت کنیم؟ میگیم که متریکس AX ما همان متریکس A که ما ستون اول از یعنی عناصر ستون اول برداشتیم و جایش مقادیر ثابت گذاشتیم. مقادیر ثابت ما چیه؟ D1 D2 و D3 است. صحیح است؟ پس ما وقتی که AX میخوایم دریافت کنیم میم عناصر ستون اول برمی‌داریم. عناصر ستون اول ما چیه؟ عناصر ستون اول ما ضرایب X. صحیح است؟ AX ضرایب X برمی‌داریم. بجایش چی میذاریم؟ بجایش مقادیر ثابت میذاریم. متریکس AX تشکیل میدیم دوستان عزیز و از یک دترمینانت میگیریم و این در معادله قرار میدیم. مجهول X ما دریافت میشه. میریم سراغ مجهول y. مجهول y چه قسمی دریافت میشه؟ دترمینانت متریکس AY تقسیم بر دترمینانت متریکس A. باز هم متریکس A ما که متریکس ضرایبه، از یک دترمینانت بگیریم این حاصل میشه. اما AY چه متریکسیه که ما باید دترمینانت چی رو دریافت کنیم؟ میگیم که AY دوستان عزیز همان متریکس A، فقط ما گرفتیم ستون دوم از این رو برداشتیم بجایش مقادیر ثابت گذاشتیم. ستون دوم چیه در متریکس A؟ ستون دوم ضرایب Y هست دیگه. ما این ضرایب Y برداشتیم بجایش مقادیر ثابت گذاشتیم، بقیه عناصر خودش هست. این میشه متریکس AY. از یک دترمینانت بگیریم دترمینانت AY دریافت میشه.
و برای دریافت مجهول زید دوستان عزیز شما دیگه خودتان حدس بزنید با چی کار کنیم. میشه دترمینانت A زید تقسیم بر دترمینانت A دیگه. دترمینانت A که باز هم میدانیم از متریکس A یعنی متریکس ضرایب حاصل میشه. اما A زید چی متریکس دوستان عزیز؟ A زید متریکسیه که ما گرفتیم ستون سومش برداشتیم. ستون سومش چیه؟ ستون سومش ضرایب زید است دیگه. این رو ما گرفتیم برداشتیم، بجایش چی گذاشتیم؟ مقادیر ثابت D1 D2 و D3 رو گذاشتیم، متریکس A زید تشکیل دادیم و از یک دترمینانت میگیریم و مجهول خودمان دریافت میکنیم. به همین راحتی دوستان عزیز بریم یک مثال حل کنیم تا با این روش بیشتر آشنا شویم. مثال رو ببینیم. خب یک سیستم به ما داده، سیستم 3 معادله 3 مجهوله دیگه است. میخوایم میره به طریقه کرامر حل کنیم. گفتیم گام اولی که انجام میدیم چیکار می‌کنیم؟ متریکس ضرایب تشکیل میدیم. متریکس ضرایب ما متریکس A رو ما برای شما تشکیل دادیم. گفتیم که ستون اول ما چیه؟ ضرایب X دیگه. پس این میشه ضرایب X. ستون دوم ضرایب Y و ستون سوم هم ضرایب زید ما. خب اینها رو با هم دیگه بررسی کنیم دوستان عزیز تا یاد بگیرین. نگاه کنید در معادله اول ضریب x ما چنده؟ 1 دیگه. خب ما اینجا 1 گذاشتیم. در معادله دوم ما x نداریم پس اینجا به جایش 0 گذاشتیم. در معادله سوم ضریب x ما 4 پس ما اینجا 4 گذاشتیم. بریم سراغ ستون دوم. ستون دوم ما ضرایب y به ما نشان میده. خب در معادله اول ما y نداریم پس به جای 0 گذاشتیم. در معادله دوم ضریب وای ما 2 پس اینجا 2 گذاشتیم. در معادله سوم ضریب وای ما منفی 3 و ما اینجا منفی 3 گذاشتیم. ستون سوم چیه؟ ضرایب زیده. در معادله اول نگاه کنیم ضریب زید ما 2 اینجا 2 گذاشتیم. در معادله دوم ضریب زید 1 ما اینجا 1 گذاشتیم و در معادله سوم چون زید نداریم ما اینجا 0 گذاشتیم. پس این شد متریکس ضرایب ما. خب در گام اول میریم دترمینانت از این را دریافت کنیم تا خیالمون راحت شه دیگه. میریم سراغ دریافت دترمینانت متریکس A دیگه. متریکس A ما یک متریکس 3 در 3. در جلسات قبل ما نحوه دریافت دترمینانت در متریکس های 3 در 3 را خدمت شما بیان کردیم. دو روش داشت، یک روش حسابی بود و یکی هم روش ساروس. حالا ما از روش حسابی میریم. در گام اول چیکار می‌کنیم؟ میگیم دترمینانت A در نظر بگیرین مساوی میشه. چی کار میکردیم؟ میگفتیم که میم ستون اول و سطر سوم هست مونیم عنصر تقاطع رو معلوم مونیم. عنصر تقاطع ما چند؟ 4 و بین عناصر باقی مانده دترمینانت میگرفتیم. چه عناصری باقی مانده؟ 0 2 و 1 اینا عناصری که باقی مانده و خط نخورده دیگه. صحیح است؟ ما بین اینها یک دترمینانت میگیریم. دترمینانت متریکس های 2 در 2 یادتون هست حاصل ضرب عناصر روی قطر اصلی منفی حاصل ضرب عناصر روی قطر فرعی. پس چی میشه؟ میشه 1 ضرب در 0 منفی 2 ضرب در 2 دیگه منفیه. خب بار دیگه چی کار میکنیم دوستان عزیز؟ در بار دوم میمادیم ستون دوم و سطر سوم حذف میکردیم، عنصر تقاطع رو معلوم میکردیم. عنصر تقاطع ما منفی 3 قد از این منفی که اینجا قرار دادم میشه مثبت 3. در چی؟ در دترمینانت عناصر باقی مانده. چی عناصر باقی مانده؟ 1 2 0 و 1 اینها باقی مانده. خب بین اینها یک دترمینانت 2 در 2 میگیریم. چی میشه؟ میشه 1 ضرب در 1 منفی 2 ضرب در 0 دیگه. صحیح است؟ خب در گام بعدی چیکار میکردیم دوستان عزیز؟ میمادیم چیکار میکردیم؟ سطر سوم و ستون سوم حذف میکردیم، عنصر تقاطع رو معلوم میکردیم. عنصر تقاطع ما 0 پس این در هر عددی که ضرب شه میشه 0. پس ما دیگه داخلش کار نداریم که دترمینانتش چی میشه دیگه، خودمان اذیت نمونیم. این مساوی میشه با. خب میگیم که با یک رنگ دیگه اختصارا رو انجام بدم. 1 ضرب در 0 0 2 ضرب در 2 4 این میشه کلا منفی 4. 4 ضرب در منفی 4 دوستان عزیز میشه منفی 16. خب 2 ضرب در 0 0 1 ضرب در 1 هم 1 میشه 3 ضرب در 1 هم میشه 3 دوستان عزیز هم که میشه 0. پس 16 منفی 16 جمع 3 برابر با منفی 13 میشه. پس ما دترمینانت A در قدم اول دریافت کردیم منفی 13. پس این دریافت شد.
این بالا برای شما دترمینانت A نوشتیم منفی 13. در گام بعدی چی کار مونیم؟ در گام بعدی ما باز هم متریکس A را در نظر میگیریم و از طریق از این متریکس AX دریافت مونیم. خب میریم سراغ تشکیل متریکس AX. میگیم متریکس AX مساوی میشه با متریکس AX. چه متریکسی بود؟ متریکسی بود که ما ستون اولش را برداشته بودیم که ضرایب x بود، بجایش مقادیر ثابت 9 8 و منفی 2 را قرار میداد. پس میشه 9 8 منفی 2 و بقیه عناصر خودشان 0 2 منفی 3 2 1 و 0 دیگه. صحیح؟ پس ما این متریکس را تشکیل دادیم. حالا باید از این متریکس دترمینانت بگیریم. پس دترمینانت میگیریم، میگیم که دترمینانت AX مساوی میشه باز هم یک متریکس 3 در 3. خب چیکار می‌کنیم دوستان عزیز؟ میگیم که باز هم طبق روش قبلی گفتیم ستون اول سطر سوم هست مونیم، عنصر تقاطع معلوم مونیم منفی 2 میشه منفی 2 ضرب در دترمینانت عناصر باقی مانده 0 2 2 و 1 هم باقی مانده. بین اینها یک دترمینانت میگیریم، میشه چی؟ میشه 0 ضرب در 1 منفی 2 ضرب در 2 دیگه منفیه. در گام بعدی چیکار میکردیم؟ میمادیم ستون دوم و سطر سوم در نظر میگرفتیم، عنصر تقاطع رو معلوم میکردیم منفی 3 بود، قبل از این منفی میشه مثبت 3 در دترمینانت عناصر باقی مانده ما 9 2 8 و 1 هست دیگه. صحیح است؟ خب حالا این کار انجام میدیم، میشه چی؟ میشه 9 ضرب در 1 منفی 2 ضرب در 8 دیگه. صحیح است؟ جمعه. خب در گام سوم چیکار میکردیم؟ میمادیم ستون سوم و سطر سوم حذف میکردیم، عنصر تقاطع ما میشه 0. پس 0 در هر عددی ضرب شود دیگه 0 میشه، پس ما ادامهش نمینویسیم، مساوی میشه با. خب اختصار انجام میدیم، میگیم که 2 ضرب در 2 4 هم میشه 0 میشه منفی 4 ضرب در منفی 2 میشه مثبت 8. صحیح است؟ 2 ضرب در 8 میشه 16 9 ضرب در 1 9 میشه 9 منفی 16 منفی 7 میشه دوستای عزیز و منفی 7 ضرب در 3 منفی 21 میشه و شما اگه اینها رو از همدیگر دوستای عزیز کم کنین برابر با منفی 13 میشه. پس ما دترمینانت AX هم دریافت کردیم منفی 13. پس اینم برای شما می‌نویسیم دترمینانت AX هم مساوی با منفی 13 شد. بریم سراغ متریکس AY دوستای عزیز. با توجه به متریکس A دوستای عزیز متریکس AY تشکیل میدیم. خب میگیم که متریکس AY ما مساوی میشه با متریکس AY. چه متریکسی بود؟ متریکسی بود که دوستای عزیز ما آمده بودیم ستون دوم از این که ضرایب y بوده برداشته بودیم، بجایش مقادیر ثابت گذاشته بودیم. پس چی میشه؟ میشه 1 0 4 خودش و بجای 0 و 2 منفی 3 که در ستون دوم هستن مقادیر ثابت میذاریم. مقادیر ثابت ما چیه؟ 9 8 و منفی 2 هستن. 2 و 1 و 0 هم که خودشه منویسیم. خب حالا باید دترمینانت AY دریافت کنیم. خب میریم سراغ دریافت دترمینانت AY دیگه دوستای عزیز. مساوی میشه با متریکس ما 3 در 3. میگیم که ستون اول سطح سوم هست مونیم، عنصر تقاطع میشه 4. پس میشه 4 ضرب در دترمینانت عناصر باقی مانده 9 2 8 و 1 هسته. پس بین اینها دترمینانت 2 در 2 میگیریم، میشه 9 ضرب در 1 منفی 2 ضرب در 8 دوستای عزیز منفیه. بار دیگه میگم ستون دوم و سطر سوم هست مونیم، عنصر تقاطع ما میشه منفی 2، قبل از این منفی میشه مثبت، میشه مثبت 2 در دترمینانت عناصر باقی مانده. وقتی شما ستون دوم و سطر سوم حذف کردید چه عناصر باقی میمانه؟ 1 2 0 و 1. بین اینها دترمینانت میگیریم، پس میشه 1 ضرب در 1 منفی 2 ضرب در 0 دیگه. صحیح است؟ خب جمع ادامه میدیم. بار دیگه میان چیکار مونیم؟ ستون سوم و سطر سوم حذف مونیم، عنصر تقاطع ما میشه چی؟ میشه 0 دیگه. خب این 0 را اگه در هر عددی ضرب کنیم باز هم 0 میشه دوستای عزیز، پس ادامهش نمینویسیم، مساوی میشه با. اختصار انجام میدیم. 2 ضرب در 8 میشه 16، 9 ضرب در 1 میشه 9
9 منفی 16 میشه منفی 7 ضرب در 4 میشه منفی 28 دیگه. خب 2 ضرب در 0 میشه 2. 2 ضرب در 1 هم دوستان عزیز برابر با 2 میشه. این میشه جمع 2. این برابر میشه با منفی 26 دیگه. پس دترمینانت ای وای ما برابر با منفی 26 شد. یه هم از دترمینانت ای وای هم که برای شما دوستان عزیز نوشتیم. خب بریم سراغ ای زید دیگه. خب باز هم متریکس ای در نظر میگیریم. با توجه به از این میخوایم متریکس ای زید تشکیل بدیم. خب ادامه میدیم دوستان عزیز. میگیم که ای زید تشکیل میدیم. ای زید چه متریکسیه؟ متریکسیه که ما ستون سوم از متریکس ای که ضرایب زید هسته برداشتیم و جاش مقادیر ثابت گذاشتیم. میشه 1 0 4 0 2 منفی 3 و اینجا هم میشه 9 و 8 و منفی 2 دیگه. صحیح است؟ حالا از این میخوایم دترمینانت بگیریم. پس میگیم که دترمینانت ای زید ما مساوی میشه با، در قدم اول دوستان عزیز دترمینانت 3 در 3 میخوایم بگیریم. ستون اول سطح سوم حذف میشه، عنصر تقاطعی ما 4 میشه. این معلوم مونیم 4 ضرب در بین عناصر باقی مانده دترمینانت میگیریم. وقتی ستون اول و سطح سوم حذف کردید عناصری که باقی میمانه 0 و 9 2 و 8. پس بین اینها دترمینانت میگیریم. میشه 0 ضرب در 8 منفی 9 ضرب در 2 صحیح است منفی. در گام بعدی ستون دوم سطر سوم حذف میشه و عنصر تقاطعی ما میشه منفی 3. پس منفی 3 را ضرب مونیم در چی؟ دترمینانت عناصر باقی مانده. وقتی ستون دوم و سطر سوم حذف کردید عناصری که باقی میمانه 1 9 0 و 8 است. بین اینها یک دترمینانت 2 در 2 میگیریم. میشه چی؟ میشه 1 ضرب در 8 منفی 9 ضرب در 0 دیگه. جمع. در گام بعدی میایم ستون سوم سطر سوم حذف می‌کنیم، عنصر تقاطع میشه منفی 2. پس اینجا می‌نویسیم میگه منفی 2 ضرب در دترمینانت عناصر باقی مانده. میگیم که ستون سوم سطر سوم حذف شد، چه عناصری باقی ماند؟ 1 0 و 0 و 2 باقی میمانه دیگه. پس دترمینانت میگیریم میشه 1 ضرب در 2 منفی 0 ضرب در 0 دیگه. خب اختصار خودمان انجام بدیم دوستان عزیز. خوب توجه کن. میگیم 0 ضرب در 8 0 میشه، 9 ضرب در 2 برابر با 18 میشه. صحیح است؟ خب 1 ضرب در 8 برابر با 8 میشه و 9 ضرب در 0 هم که برابر با 0 میشه. خب حالا ضرب انجام میدیم. 4 ضرب در 18 مونیم. 4 8 تا 32 تا دوستان عزیز. 3 داریم. 4 1 4 تا با 3 تا میشه 7 تا. پس میشه منفی 72. 3 ضرب در 8 میشه 24 میشه مثبت 24 و منفی 2 هم ضرب در 2 دوستان عزیز میشه چند؟ میشه منفی 4 دیگه. مساوی میشه با 24 منفی 4 میشه 20. 20 منفی 72 میشه منفی 52. پس ما دترمینانت ای زید هم دریافت کردیم منفی 52. خب پس خلاص شد دیگه. ما دترمینانت ای دریافت کردیم، ای ایکس دریافت کردیم، ای وای و ای زد هم دترمینانت هایش رو دریافت کردیم. میریم سراغ مجهولات خودمان. مجهول اول ما ایکس بود دوستان عزیز. گفتیم ایکس مساوی میشد با دترمینانت ای ایکس تقسیم بر دترمینانت ای دیگه، مساوی میشه با دترمینانت ای ایکس ما دریافت کردیم منفی 13 و دترمینانت ای ما منفی 13 شد. این برابر با 1 میشه. میریم سراغ وای دوستان عزیز. وای مساوی بود با چی؟ دترمینانت ای وای دیگه. پس میگیم دترمینانت ای وای تقسیم بر دترمینانت ای مساوی میشه با دترمینانت ای وای شده منفی 26. دترمینانت ای ما برابر با منفی 13 شده، برابر با 2 میشه دیگه. صحیح است؟ میریم سراغ زد. زد مساوی میشه با دترمینانت ای زد تقسیم بر دترمینانت ای دوستان عزیز مساوی میشه با دترمینانت ای زد منفی 52 شده. دترمینانت ای هم که منفی 13 شده و اینا رو اگه بر هم تقسیم کنیم برابر با 4 میشه. پس ما دانستیم که مجهولات خودمان یعنی x، y و z از طریق روش کرامر به دست بیاریم. بریم سراغ روش بعدی، حل سیستم معادلات خطی به طریقه حذفی گاوس. خب دوستان عزیز شما دستگاه 3 معادله 3 مجهوله ذیل در نظر بگیرید.
ما برای حل به روش حذفی گاوس 3 نکته به شما میگیم. شما از این 3 نکته در فرایند یا پروسه حل از این دستگاه میتونید استفاده کنید. خب نکته اول چی میگه؟ اگر شما دو طرف یک معادله از سیستم بگیرین در یک عدد ثابت غیر صفر ضرب کنید، جواب دستگاه شما تغییر نمونه. مثلا ما میگیریم معادله اول خودمان در از این دستگاه ضرب در -2 مونیم، میشه -4x -6y جمع 2 تا زید مساوی میشه با چی؟ مساوی میشه با -10. اگه شما این کار انجام بدین در جواب کل دستگاه هیچ تغییر ایجاد نمیشه. پس جاهایی که لازم هسته شما حتما در یک عدد ضرب کنید. نکته دوم چی میگم؟ میگه اگر شما دو طرف یکی از معادلات سیستم بگیرین به یک معادله دیگه اضافه کنید، جواب دستگاه باز هم تغییر نمونه. مثلا همین معادله که ما استخراج کردیم بگیرین با معادله سوم جمع کنید با هم دیگه. مثلا -4x با 4x میشه 0، -6y با -2 میشه -8y. این کار اگه انجام بدین دوستان عزیز در جواب دستگاه تغییر ایجاد نمیشه. و نکته سوم چی هم میگه؟ اگر شما جای دو معادله رو بگیرین عوض کنید در سیستم، باز هم جواب دستگاه تغییر نمونه. گاهی اوقات در روش حذفی گاوس دوستان عزیز شما نیاز دارید که جای دو سطر عوض کنید. پس اگه شما ببین مثلا معادله دوم به جای معادله سوم بیارید، معادله سوم به جای معادله دوم بیارید، این تغییری در جواب دستگاه ایجاد نمیکنه. پس با توجه به این 3 تا نکته‌ای که گفتیم میریم روش حذفی گاوس خدمت شما عزیزان معرفی مونیم، اما در قالب یک مثال دیگه. مثال ببینیم. خب دوستان عزیز شما دستگاه 3 معادله 3 مجهوله ذیل در نظر بگیرین. مجهولات ما x1 x2 و x3 هستند. ما برای حل از این دستگاه به طریقه حذفی گاوس دوستان عزیز گام اولی که انجام میدیم متریکس ضرایب و مقادیر ثابت تشکیل میدیم. میگیم که متریکس به این صورت تشکیل میدیم. میگیم که در ستون اول ضرایب x1 میذاریم. ضرایب x1 چیه؟ 2 4 و 3 است. در ستون دوم ضرایب x2 رو میذاریم. ضرایب x2 ما چیه؟ 4 5 و 1 است. و در ستون سوم دوستان عزیز میام چیکار می‌کنیم؟ ضرایب x3 رو میذاریم. ضرایب x3 ما 6 -2 و دوستان عزیز مقادیر ثابت هم اینجا اضافه کنیم، میشه 18 24 و 4 دیگه. صحیح است؟ خب میریم سراغ حل از این دوستان عزیز. میگیم که ما با استفاده از عنصر اول در سطر اول باید عناصر ذری خودش صفر کنیم، یعنی باید 4 و 3 رو بتونیم صفر کنیم. اول میریم سراغ 4 دوستای عزیز. خب ما چه قسمی 4 صفر کنیم؟ به نظر شما اگه ما بریم سطر اول در یک -2 ضرب کنیم و این را با سطر دوم جمع کنیم 4 صفر میشه یا نه؟ صفر میشه دیگه، چون -2 ضرب در 2 میشه -4 با 4 صفر میشه. طبق اون نکاتی که در اسلاید قبلی گفتیم و 3 نکته کارا را انجام میدیم. پس میایم سراغ حل از این دو سایز. حواستان باشه چیکار مونیم؟ میگیم که سطر اول خودش رو مینویسیم، میشه 2 4 6 و اینجا چیه؟ اینجا 18. صحیح است؟ خب سطر سوم هم خودش رو مینویسیم، 3 1 -2 و 4. اما سطر دوم چجوری می‌نویسیم؟ میگیم که سطر دوم با توجه به متریکس قبلی ما دوستان عزیز میگیم که سطر دوم میشه -2 برابر عناصر سطر اول جمع سطر دوم دیگه. پس در متریکس قبلی از این دوستان عزیز در نظر بگیرین، یعنی کدام متریکس؟ یعنی این متریکس دیگه. ما هر متریکس طبق متریکس قبلیشی پیش میبریم دیگه. خب این کار انجام بدیم. میگیم که تمام عناصر سطر اول در -2 ضرب مونیم با عناصر سطر دوم جمع مونیم. پس این کار انجام میدیم. میگیم که 2 ضرب در -2 -4 با 4 میشه 0. پس ما تونستیم 4 رو 0 کنیم. 4 ضرب در -2 دوستای عزیز میشه -8
با 5 میشه منفی 3. 6 ضرب در منفی 2 منفی 12 قد 6 اگه جمع کنیم میشه چند؟ منفی 6 دوستای عزیز. میگیم که 18 ضرب در منفی 2 میشه منفی 36 قد 24 اگه جمع کنیم برابر با منفی 12 میشه. این گام اول ما شد. خب میریم سراغ گام بعدی دوستای عزیز. متریکس بعدی رو می‌نویسیم. ما باید بتانیم با استفاده از عنصر اول این 3 هم چیکار کنیم؟ تبدیل به 0 کنیم. خب چیکار کنیم؟ به نظر شما اگه این ضرب در منفی 3 بر 2 کنیم با عناصر سطر سوم جمع کنیم آیا 0 میشه یا نه؟ به نظر از من که 0 میشه. پس این رو می‌نویسیم. میگیم که عناصر سطر اول خودش رو می‌نویسیم 2 4 6 این جمع چنده؟ 18 دیگه. صحیح؟ خب ادامه میدیم. میگیم که سطر دوم هم خودش رو می‌نویسیم 0 منفی 3 منفی 6 و اینجا منفی 12. صحیح؟ میریم سراغ سطر سوم. میگیم که در سطر سوم چیکار مونیم؟ طبق متریکس قبلیشی تمام عناصر سطر اول ضرب در یک منفی 3 بر 2 مونیم. منفی 3 بر 2 ضرب در R1 با R3 جمع مونیم دیگه. یک بار به شما نشان میدم دوستان عزیز، یعنی ما طبق از این متریکس که یک متریکس مرحله قبلتر ما میشه تمام عناصر سطر اول در یک منفی 3 بر 2 ضرب مونیم و با عناصر سطر سوم جمع مونیم دیگه. خب این کار رو انجام میدیم. میگیم که 2 ضرب در منفی 3 بر 2 میشه چی؟ میشه منفی 3 قد 3 جمع کنیم برابر با 0 میشه. 4 ضرب در منفی 3 بر 2 دوستان عزیز میشه منفی 6 دیگه. منفی 6 قد 1 جمع کنیم منفی 5 میشه. میگیم که 6 ضرب در منفی 3 بر 2 دوستان عزیز منفی 9 میشه. این منفی 9 رو قد منفی 2 جمع کنیم منفی 11 میشه. 18 ضرب در منفی 3 بر 2 کنیم دوستان عزیز میشه منفی 27. منفی 27 قد 4 جمع کنید میشه منفی 23 دیگه. صحیح است؟ خب پس ما تانستیم که عنصر 3 هم صفر کنیم. این کار رو انجام دادیم. حالا در گام بعدی چی کار می‌کنیم؟ در گام بعدی میم منفی 3 یعنی عنصر دوم سطر دوم در نظر میگیریم. با استفاده از این عنصر زیرش که منفی 5 است رو ما باید بتانیم صفر کنیم. خب چه قسمی این کار دوستای عزیز انجام بدیم؟ میگیم که عناصر سطر اول و دوم خودش هم می‌نویسیم. میگیم میشه 2 4 6 و 18 دوستان عزیز 0 منفی 3 منفی 6 و منفی 12 و برای سطر سوم چیکار می‌کنیم دوستان عزیز؟ میگیم که تمام عناصر سطر دوم در یک منفی 5 بر 3 ضرب مونیم و با عناصر سطر سوم جمع مونیم. یعنی چی؟ یعنی میشه منفی 5 بر 3 در عناصر سطر دوم جمع عناصر سطر سوم با توجه به متریکس قبلی دیگه. یعنی ما اینجا میایم تمام عناصر سطر دوم در یک منفی 5 بر 3 ضرب مونیم با عناصر سطر سوم با هم دیگه جمع مونیم. خب این کار رو انجام میدیم دوستان عزیز. میگیم که 0 ضرب در از یک خود 0 میشه دوستان عزیز. بعد منفی 3 ضرب در منفی 5 بر 3 دوستان عزیز میشه مثبت 5 با منفی 5 برابر با 0 میشه. پس ما تانستیم میره 0 کنیم. بعد میگیم که منفی 6 ضرب در منفی 5 بر 3 میشه 10 قد منفی 11 برابر با منفی 1 میشه. منفی 12 دوستان عزیز ضرب در منفی 5 بر 3 میشه 20 منفی 23 دوستان عزیز برابر با منفی 3 میشه دیگه. صحیح شد؟ خب پس ما تانستیم این کار انجام بدیم. حالا چی میگیم دوستان عزیز؟ میگیم که یک بار دیگه معادله رو مینویسیم چون معادله ما دیگه اختصار شد دیگه. شما میبینید که در ستون اول و ستون دوم تانستیم ما ضرایب صفر کنیم. پس یک بار دیگه مینویسیم معادله رو. معادله اول که خودشه 2x1 جمع 4 تا x2 جمع 6 تا x3 مساوی با 18 شد دیگه. صحیح است؟ این ضرایب x1 این ضرایب x2 این ضرایب x3 و اینجا هم که مقادیر ثابت مایه. در معادله دوم اگر نگاه کنید دوستان عزیز میبینید که ضریب x1 ما صفر شده. پس ما x1 نداریم، فقط x2 داریم و x3 دیگه. خب
می‌نویسیم چی؟ می‌نویسیم که منفی 3 تا x2 منفی 6 تا x3 مساوی با منفی 12 شده. و اگر شما در سطر سوم نگاه کنید می‌بینید که ضرایب x1 و ضرایب x2 ما صفر شده و ما فقط x3 داریم دیگه. پس چی می‌نویسیم؟ میگیم دوستای عزیز این برابر میشه با منفی x3 مساوی با منفی 3 شده دیگه. صحیح است؟ خب حالا از اینها به راحتی از پایین به سمت بالا که حرکت کنیم میتونیم مجهولات دریافت کنیم. از اینجا حرکت می‌کنیم میگیم منفی x3 برابر با منفی 3 شده، در نتیجه میگیم که x3 ما برابر با 3 میشه دیگه. خب این دریافت کردیم، این رو در معادله بالاییش قرار میدیم. وقتی که در معادله بالایی جای x3 شما 3 قرار میدین میشه منفی 6 ضرب در 3 میشه منفی 18 و آن سمت تساوی بره میشه مثبت 18 با منفی 12 میشه 6 تقسیم بر منفی 3 هم میشه منفی 2. پس x2 ما دوستای عزیز چی شد؟ منفی 2 شد دیگه. خب x2 و x3 رو که دریافت کردیم اینها رو در معادله اول قرار میدیم دوستای عزیز. خب میگیم که بجای x2 منفی 2 بذاریم، یعنی اینجا منفی 2 میذاریم، بجای x3 هم چی میذاریم؟ 3 میذاریم. خب میگیم 4 ضرب در منفی 2 منفی 8، 6 ضرب در 3 هم میشه 18 منفی 8 میشه چند؟ میشه 10. 10 رو به اون سمت تساوی میبریم، 18 منفی 10 میشه 8 تقسیم بر 2 برابر با 4 میشه. پس x1 ما برابر با 4 شد. یا از حل این معادله به روش حذفی گاوس دوستای عزیز. فقط دو سه نکته‌ای که در ابتدای کار به شما گفتیم حتما یادتون باشه. شاید در بعضی از حل‌ها و مثال‌ها شما لازم داشته باشید که جای دو معادله رو با هم دیگه عوض کنید، یعنی جای دو سطر با هم دیگه عوض کنید. گاهی اوقات لازمه در یک عدد ضرب کنید دوستای عزیز. با توجه به این سه نکته میتونید معادلات به روش حذفی گاوس حل کنید. خب درس ما خلاص شد. بریم چند تا سوال کانکور ببینیم که یک مروری هم شده بر کل فصل متریکس های ما. خب سوال اول از فرم بامیان گفته اگر A یک متریکس 2 در 2 باشه، گفته A ترانسپوز برای ما دریافت کنید. ما یاد گرفتیم که A ترانسپوز متریکسیه که ما جای سطرها و ستونهاش رو عوض کردیم. پس میگیم که A ترانسپوز مساوی میشه با متریکس A رو در نظر میگیریم، جای سطرها و ستونها رو عوض می‌کنیم. یعنی سطر اول ما 3 و 5 میشه ستون اول 3 و 5 و سطر دوم ما یعنی 8 و 7 میشه ستون دوم 8 و 7 دیگه. پس کدام گزینه شد؟ گزینه B پاسخ صحیح سوال شد. سوال بعدی رو ببینیم. یکی از متریکس های ذیل یک متریکس مربعی نیست. گفتیم که متریکس مربعی متریکسیه که تعداد سطرهاش با تعداد ستونهاش برابره، یعنی مرتبه از او برابر با n در n دیگه. خب اگه نگاه کنیم این 5 در 5 مربعی، 4 در 4 مربعی، 2 در 2 مربعی، اما 2 در 5 مربعی نیست دیگه، یعنی تعداد سطرهاش با ستونهاش برابر نیست. پس گزینه دی پاسخ صحیح این سواله. سوال بعدی رو ببینیم از فرم فاریاب. اگر متریکس B با عناصر 3 9 27 و 81 باشه و کم یک اسکالر باشه 1 بر 3 که ضرب در B از ما خواستم. گفتیم که وقتی یک اسکالر در متریکس ضرب میشه دوستای عزیز، در واقع در تک تک عناصر از او ضرب میشه دیگه. پس 1 بر 3 در 3 دوستای عزیز برابر با 1 میشه، 1 بر 3 در 9 برابر با 3 میشه، 1 بر 3 در 27 برابر با 9 میشه و 1 بر 3 در 81 هم برابر با 27 میشه. این چی شد؟ این شد متریکس K در B ما. خب کدام گزینه شد؟ گزینه B پاسخ صحیح این سوال از فرم فاریاب شد. سوال بعدی رو ببینیم. گفته حاصل ضرب متریکس های A, B, C و D یعنی یک متریکس 2 در 2 در متریکس EF یعنی یک متریکس 2 در 1 از ما خواسته. خب این مسائل با کدام گزینه میشه؟ گفتیم در ضرب دو متریکس ابتدا تمام عناصر سطر اول در ستون اول ضرب مونیم. چی میشه دوستان عزیز؟ شما بگین میشه A E صحیحه جمع B F دیگه. خب در قدم بعد تمام عناصر سطر دوم در ستون اول ضرب مونیم. میشه C ضرب در E جمع D ضرب در F دیگه.
این شد متریکس حاصل ضرب ما. پس کدام گزینه شد؟ گزینه B پاسخ صحیح این سوال ما شد. سوال بعدی رو ببینیم. گفته اگر A یک متریکس 3x3 باشه دوستان عزیز که عناصر از رابطه 2i جمع 7j به دست میاد، گفته مجموعه عناصر ستون سوم برای ما دریافت کنید. پس ما یک متریکس 3x3 تشکیل میدیم، یعنی تعداد صدرهای از این دوستان عزیز 3 تایه و تعداد ستونهای از این هم چیه؟ 3 تایه. خب ما کاری به بقیه عناصر نداریم، از ما ستون سوم خواسته. ستون سوم عناصرش چی میشه؟ میشه A1 3 A2 3 و A چی؟ A3 دیگه دوستان عزیز. صحیح است؟ خب حالا با توجه به از این معادله میگیم که A1 3 مساوی میشه با توجه به چی معادله؟ 2i جمع 7j دیگه. میگیم که آی ما چنده؟ آی ما 1 و j ما هم که چنده؟ 3 دیگه. خب اینا رو در معادله میذاریم. میشه 2 ضرب در 1 2، 7 ضرب در 3 هم برابر با 21 میشه. این میشه چند؟ میشه 23 دیگه. خب بعدی رو نگاه کنیم. A 2 3 دیگه. خب یعنی آیش 2 و جش چنده؟ 3. اینها رو در معادله قرار میدیم. 2 ضرب در 2 میشه 4 دوستان عزیز و 3 ضرب در 7 هم 21 میشه. 21 و 4 برابر با 25 میشه. بعدش چیه؟ A 3 هسته، یعنی آیش چنده؟ 3، جش چنده؟ ج از این هم برابر با 3. اینها رو هم در معادله قرار میدیم. میشه 2 ضرب در 3 برابر با 6 میشه و 7 ضرب در 3 برابر با 21 میشه، برابر با 27 میشه. از ما سوال چی خواسته؟ سوال گفته مجموع عناصر ستون سوم. پس میشه A1 3 جمع A2 3 جمع A3 3 برابر با چند میشه؟ برابر با 75 میشه دوستان عزیز. پس گزینه دی پاسخ صحیح این سوال ما شد. بریم سراغ سوال بعدی از فرم اول کابل. گفته در متریکس A که یک متریکس 3x3 هست دوستان عزیز، گفته قیمت A را طوری تعیین کنید که متریکس A ما معکوس پذیر نباشد. ما در جلسه قبل خدمت شما عزیزان بیان کردیم که یک متریکس در صورت معکوس پذیر است که یک مربعی باشه، دو غیر منفرد باشه. غیر منفرد یعنی چی؟ یعنی دترمینانت خلاف صفر باشه. اما سوال به ما گفته یک کاری انجام بدین که متریکس شما معکوس پذیر نباشه. پس ما باید دترمینانت از زیر مساوی با صفر قرار بدیم تا این معکوس پذیر نباشه. خب میریم سراغ دریافت دترمینانت از این. میگیم که دترمینانت متریکس A ما مساوی میشه با، خب در قدم اول میم چیکار مونیم؟ در قدم اول ستون اول و سطر سوم حذف مونیم، عنصر تقاطر معلوم مونیم 4. این 4 ضرب در، خب بین عناصر باقی مانده یعنی 2 5 3 و 15 چیکار مونیم؟ دترمینانت 2 در 2 میگیریم. پس دترمینانت میگیریم میشه 15 ضرب در 2 منفی 5 ضرب در 3 دیگه. صحیح است؟ منفیه. در گام بعدی چیکار می‌کنیم دوستان عزیز؟ در گام بعدی میم ستون دوم سطر سوم حذف مونیم، عنصر تقاطر معلوم مونیم که 2. این 2 ضرب در دترمینانت بین عناصر باقی مانده. عناصر باقی مانده 1 5 A و 15. خب میشه چی؟ میشه 15 ضرب در 1 منفی 5 ضرب در A دیگه. صحیح است؟ خب جمع. در گام بعدی چی کار مونیم؟ در گام بعدی ستون سوم سطر سوم حذف مونیم، عنصر تقاطر معلوم مونیم که 20. میشه 20 ضرب در دترمینانت بین عناصر باقی مانده. عناصر باقی مانده ما 1 و 2 A و 3. پس میشه 1 ضرب در 3 منفی 2 ضرب در A دیگه. خب مساوی با صفر باید قرار بدیم تا متریکس ما معکوس پذیر نباشه. خب میریم سراغ اختصار اینها دوستان عزیز. میگیم که 15 ضرب در 2 30 میشه، 5 ضرب در 3 هم برابر با 15 میشه. 30 منفی 15 15 ضرب در 4 برابر با 60 میشه دیگه. صحیح است؟ منفی 15 ضرب در 1 15 میشه، منفی 2 ضرب در 15 دوستان عزیز برابر با منفی 30 میشه و 5 ضرب در A میشه 5A و منفی 2 ضرب در منفی 5A برابر با مثبت 10A میشه دیگه. خب در قدم بعدی میشه 1 ضرب در 3 3
2 ضرب در a هم برابر با 2a میشه. 20 ضرب در 3 برابر با 60 میشه و 20 ضرب در منفی 2a برابر با منفی 40a میشه. این مساوی با 0. خب 60 جمع منفی 30 دوستان عزیز میشه 30 با 60 میشه 90. پس میشه 90. 10a با منفی 40a میشه منفی 30a. این مساوی با 0 دوستان عزیز. در نتیجه a ما برابر میشه با 90 بر 30 که برابر با چند میشه؟ برابر با 3 میشه. پس گزینه دی پاسخ صحیح این سوال ما شد. خب دوستان عزیز، فصل ششم ما با موضوع متریکس ها خلاص شد. تا یک فصل دیگر شما عزیزان به الله پاک میسپارم. موفق و پیروز باشید.